چیه؟ نوشتین رضای پهلوی بچه مولوی. آقای محترم ادبیات ایران ارزش داره. بله چرا ادبیات ایران رو زیر سوال میبرید؟ آقای محترم کجاش ایران داره؟ کجا کی گفته رضا پهلوی بچه مولویه؟ کی گفته نیستش؟ کی میگه؟ شما میگی نیستش؟ نه من میگم نیستش که به ادبیات ایران نباید توهین بشه. 400,000 سال تاریخ داره ادبیات ایران. کجا؟ همون جایی که بودی. هستم. معنی حرفو نمیفهمی. تا یکی بیشتر میفهمم. کجا؟ نباید بنویسی. بچه مولوی مگه نیستش؟ بچه مولوی کی گفته؟ من میگم تو خیابون یه مولوی به دنیا اومده، بچه همونجا هم هست. خیلی خب پس پس چیه؟ ادبیات چیه؟ و ادبیات چه فرقی میکنه؟ تو نمیخوای بفهمی، خب نمیفهمی. اونی که نمیفهمه تویی. خب آره من نمیفهمم، تو که میفهمی چرا همچین غلطی میکنی؟ غلطو میکنی. برو مردی که گفت برو گم شو. خودت گم شو. بی شخصیت بی تربیت. تو بی شخصیتی که اومدی همه ایرادی. تو خودت صرف تا پای ایرادی. تو هیچ هم ایراد نیستی. تو ایرادی. فهمیدی؟ تو صرف تا پای ایرادی. نخیر آقای محترم. بلند میگیرم میرم بشنبه بگیرش. تو بی ایرادی. توی امثال تو هست. نخیر آقا ادبیات ایران حق نداری. این بچه مولویه. آره من میگم برو گم شو. الاغی مثل تو حالا گم شدی بسته. الاغی مثل تو میگه بچه مولویه. مولوی بزرگترین شاعر ایرانه. پر خر چرا نمیفهمی؟ احمق چرا نمیفهمی؟ بچه مولوی تو خیابون مولوی به دنیا آمده. همینطور باباشم تو سنگلنگ به دنیا آمده. احمق تویی که احمقی. تو اومدی منو عجبانی میکنی بکن. احمق